بسم الله الرحمن الرحیم. انسان مسلمان باید از خوردن لقمه حرام اجتناب کند، یعنی دوری جوید. لقمه حرام دل انسان را سیاه می کند. لقمه حرام باعث قبول نگردیدن دعای بنده در نزد الله می گردد. لقمه حرام آتش دوزخ را با خود همراه دارد. لقمه حرام سبب نرسیدن به سعادت ابدی و از توفیق الهی دور شدن می گردد. لقمه حرام باعث دعوا و شکایت زن و فرزندان در روز سخت قیامت می گردد. لقمه حرام سبب درد و رنج بدن می گردد. لقمه حرام دین انسان را تباه می کند و سبب بی آبروگی فرد می گردد. اما لقمه حلال و خوردن رزق حلال سبب نائل شدن به توفیق الهی و روشن شدن دل می گردد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر بدن و هر جسدی که از مال حرام نشأ و نما یافته است بر وی آتش جهنم بهتر است. الله مهربان ما و شما را توفیق عطا فرماید که از خوردن مال حرام و لقمه حرام دور باشیم. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني